لیدی و جنتلمن، خانم قاضی اومده با ترکیبی از درمانهای عود، تخم مرغ، نمک و دوشم. همه اینا با انرژی خوانی 2 کاپ. چه شود بچه ها. برای انرژی دادن به من لایک، شیر برای دوستانتون و همچنین سابسکرایب چنل یادتون نره. کامنت های خوشگلتون هم همه رو میخونم. با تمرکز نیت کن انرژی صابرمینان بک زمینه رو هم جذبش کن. ضمن این که این کاری که داره انجام میشه صرفاً به نیت سابسکرایب را هست. اگه ساب نداری چنلو میتونی یه ثانیه وقت بذاری سابش کنی که شامل حالت بشه، که اگه ساب نکنی شامل حال شما نمیشه عزیز دلم. و اینکه نگاه نکردنش بهتره، چون که هیچ در واقع تأثیری تو حال کسی که سابسکرایبر نباشه نداره. خب اولی مرحله فال 2 کاپ تفسیر سینی هست. بریم تفسیر سینی رو خیلی سریع براتون بگم. ببین در مورد رابطه‌ای که توش در واقع قرار داری، یا اینکه اصلا ممکنه قرار نداشته باشی، کات شده باشه، هر نوع رابطه‌ای رو که در واقع شما نیت کرده باشی شامل میشه. خب برای این رابطه من دارم اینجا این رو میبینم که آقا خیلی علاقه داره به خانوم ارتباط و خانوم ارتباط بیشتر حس در واقع اضطراب و دلشوره داره. یعنی علاقه آقا توی این رابطه طبق اون چیزی که داره به من نشون میده بیشتر هست. خب نکته بعدی این هستش که روی 2-3 وعده یه سری اخبار رو از سمت آقا دریافت میکنی. آقا یه مقدار در زمان حال حاضر از شما عصبانی هست، حتی اگه توی رابطه هستی که اینو احساس نکرد. یعنی مثلا ممکنه یه رابطه سرد باشه و شما نفهمید علت این سردی چیه، عصبانیتی هست که این آقا از شما داره. حالا برای هر کدوم از شما عزیزانی که دارید این کلیپ رو میبینید میتونه یه دلیل خاصی رو داشته باشه با توجه به اون رابطه‌ای که توشی، ولی این اتفاق افتاده و خودت هم منتظر خبری هستی، اقدامی هستی از سمت پارتنر بیا سمت تو بخواد یه کاری انجام بده. دارم میگه رو 2 وعده این اخبار رو خواهی داشت. اشک‌ریزی برای جفتتون دارم میبینم. یعنی اگه حال روحی خودت که خانومی بده، فکر نکنه حال روحی پارتنرت خیلی مساعده و الان همه چی اوضاعش گل و بلبله. نه اصلا یه همچین حالتی نیست. خب این از این قسمت کارمون. بچه‌ها ببینید اینجا بهتون گفتم که یه در واقع انرژی درمانی رو داریم. انرژی درمانی در واقع تخم مرغ با شم رو داریم. حالا قرار شد که من روی این قسمت خیلی هم بهتون تفسیر ارائه نکنم، بیشتر تمرکزمون رو 2 کاپ باشه، اما دلم نمیاد چون میدونم شما خیلی دوست دارین بهتون میگم این قسمت رو. ببینید بچه ها این کاری که داره انجام میشه، چون که توی پس زمینش ساب داریم به صورت رایگان و اینکه اینجا انرژی های عود، تخم مرغی که با انرژی ابرماه کامل آبی شارژ شد و همچنین در واقع انرژی تراپی دوشم رو داریم. قراره خیلی در واقع درمان بالایی داشته باشه. پس اگه بعد این کلیپ رابطت بهتر شد، به زنگ زد یا هر اتفاقی که افتاد، مدیونی اگه نیای به هم خبر ندی توی اینستاگرام یا توی کامنت همین ویدیو، حتما باید بیای و به من خبر در واقع بهتر شدن ارتباطت رو بگی، چون که این کارت به من انرژی میده. ببین من چقدر دارم برات اینجا انرژی میذارم. من مطمئنم هیچ کس ندیدم تا با حال انرژی تراپی رو رایگان انجام بده به جز خود من و مطمئنم که حالا بخوان انجام بدنم خیلی کمه تعداد. پس لطفاً اینو حداقل از من دریغ نکنید. این حال خوبی که در واقع دارید رو با من شریک بشید تا من انرژی بگیرم، انگیزه بگیرم، ببینم آقا بالاخره یه نتیجه‌ای داشت، پس بذار ادامهش بدم، بالاخره فلان نفر فلان کس ازش استفاده کرد. خب پس من منتظر خبراتون هستم بچه‌ها، منتظر پیاماتون هستم. بریم سراغ ادامه کارمون. ببین اینجا رو اول دقت کن چی داری میبینی. خودت یه زوم میزنم قشنگ ببین. خب الان من میخوام بهت بگم چه اتفاقی داره میفته. اینجا شما یک آقا یا یک خانومی رو میبینی که ایستاده، لاغر اندام، قدش تقریبا میشه گفت متوسط یا بلند هست
و داره چیکار میکنه؟ یه سری چیزا رو چک میکنه، یه سری نگاه‌هایی داره به چی؟ به یه سری اتفاقهایی که انگار حس میکنه که براش تموم نشدن، از زمان گذشته شروع کرده به اتفاق افتادن و در زمان حال ذهنش رو خیلی درگیر کرده. دارم میبینم که نگاهش سمت فردی هست، سمت آقا یا سمت در واقع خانومی هست که اون فرد هم نگاهش سمت ایشون هست، یعنی جفت این دو نفر دارن همدیگر رو چک میکنن، از دور حواسشون به هم هست، به همدیگه حتی دارن فکر هم میکنن. بچه ها ببینید فکر کردن چقدر زیاد هست. و یه نکته که اینجا داره دیده میشه، ببین اینجا داره میگه یه سری ها اومدن بین اینا انرژی ایجاد کردن، میخواستن رابطه اینا رو خراب بکنن و اینجا داره به من اینو نشون میده که خب این دو نفر جفتشون هم انگار متوجه شدن که یه سریا دارن این کار رو انجام میدن. حالا یه سریا چهره داره به من نشون میده، یک فردی که پوست صورت روشن، چشمای ریز رو داره و دارم میبینم که چشماش ریزه. حالا این میتونه رقیبت باشه، مخالف رابطت باشه. ببین اینجاست، دقیقاً اینجا داریم میبینیمش و برای هر فردی هم در واقع این شخص میتونه متفاوت باشه، حتی میتونه چهره دعانویست باشه. خب یعنی بازم اگه فال شخصی بود ما دقیق‌تر میتونستیم همه اینا رو بگیم، چون فال گروهیه و بازه افراد زیادی رو در واقع شامل میشه. من به این صورت دارم براتون تفسیرش میکنم. ببین رو 6 وعده زمانی دیگه شما قراره یه سری صحبت ها رو از سمت در واقع اون فردی که منتظرش هستی بشنوی، چه آقا هستی چه خانم هستی، از سمت فردی که منتظرش قراره یه سری صحبت ها رو بشنوی و یک خانمی که صورت تقریبا میشه گفت توپل و چشمای درشتی داره اینجا به من نگاه کن، اینجاست دقیقاً داره نشون میده که داره یه سری تلاش ها رو میکنه که رابطه شما رو تخریب بکنه، اما انگار داره پوچ میشه، داره رفتنش رو به من نشون میده. این میتونه رقیبت باشه، میتونه مخالف ارتباطت باشه، میتونه مامان کیست باشه، آبجیش باشه، هر کسی میتونه باشه. اسم آتنا دارم میبینم، اسم آنا، آتنا، نادیا، یه اسمی که نا داره، تا داره، یه همچین اسمی رو دارم میبینم. این اسم از اسامی مخالفین ارتباطت محسوب میشه. خب و انرژی منفی ممکنه روی ارتباطت از سمت این شخص، حالا ممکنه اسم دعانویس باشه، اسم مخالفت باشه، اسم رقیبت باشه، اسم هر کسی باشه. پس ببین تو روی اسامی تمرکز نداری، تو روی اسامی تمرکز نداری. تمرکزت روی چی عزیز دلم؟ تمرکزت روی انرژی هاست، روی اسامی نیست. و نکته بعدی عزیزای دلی، خانومایی که بیشتر، چون این در واقع بر خانوم هست این البکی، خانومایی که رفتین دعا زدین به امید این که به خیال این که ارتباطتون درست میشه. بچه ها ببین رابطت خرابتر شده. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه. من الان اینجا دارم انرژی های دعایی رو میبینم توی قسمتی که در واقع باید چیزای مثبت می بود، حداقل به صورت کم و کوچیک داره انرژی های دعایی رو به من نشون میده و این رابطه شما رو این قسمت خراب کرده، انرژی های دعاگونه. چرا؟ چون نشون مستقیم طلسم رو ما اینجا داریم و اگه قرار باشه که در واقع کیس تو به سمت تو بیاد، حتی اگه کاتیت بخواد برای آشتی بیاد، اگه در واقع سردت برای بهتر کردن رابطه بیاد، با وجود این در واقع کار دعایی میاد با بحث و دعوای رابطه مجدد کات میشه. یعنی شما قراره به یه بنبست برسید، قرار نیست این رابطه با کار دعایی درست بشه. داره به وضوح بهتون نشون میده اینجا، میگه کار دعایی برای ارتباطت خوب نیست. حالا یه سری از عزیزان میرن کار دعایی میزنن، بعد میان به من مراجعه میکنن، میگن همه چیز بدتر شد، بهتر نشد، گفتی دعا نزنم اما من وسوسه شدم رفتم دعا رو زدم، فکر کردم اینجوری رابطه‌ام درست میشه. شما اینجا توی این مرحله اگه هستی احتیاج داری که پاکسازی رو انجام بدی، درست بکنین انرژی هایی که در واقع خودت وارد ارتباطت کردی. اگه هنوز وارد این رابطه مرحله نشدی، خب به تبریک میگم، واردش نشو. لازم نیست که حتما بری یه هزینه ای رو انجام بدی و همه چی رو خرابتر بکنی، اعصابت رو بیشتر به هم بریزی، بعد بیای در واقع شام تراپی انجام بدی. همینجا میتونی تراپی انجام بدی تا این بنبست برای رابطه شما ایجاد نشه عزیزای دلم. پس اگه نیت انجام کار دعایی داشتی، اینجا داره نفیش میکنه، میگه نه انجامش نده لطفاً، نهیش میکنه برات. و نکته بعدی اینجا رو ببین، خودت میخوام ببینیش تصویر رو.
ببین چقدر زیباست. داره میگه یه نفر از اعضای خانواده پارتنر تو خیلی داره دخالت میکنه توی ارتباط شما و پارتنر تو داره ناامید میکنه. ببین خیلی اهرم فشار روی پارتنر تو نداره، مثلا بخواد تهدیدش کنه یا بهش بگه نه تو حق نداری بری سمت این شخص. فقط داره با ناامید کردنش ارتباط شما رو منفی میکنه. و نکته بعدی که داره به من اینجا نشون میده، دارم اینجا اینو میبینم که برای جدی تر شدن این رابطه یا برای پله بالاتر رفتنش کیس تو روی 2 الی 3 ماه دیگه میشینه تصمیماتی رو بگیره و تو رو در واقع شروع میکنه به چک کردن که ببینه آیا در واقع به نفعش هست این تصمیمات، تو آیا آدمی هستی که در واقع بتونه حس خوب رو ازت دریافت بکنه یا نه. پس اینجا منتظر باش که خیلی چک بشی، خیلی در موردت فکر بکنه و همچنین ممکنه یه چالش هایی رو در واقع توی ذهنش داشته باشه، بخواد طراحی بکنه، تو رو بسنجه، امتحانت بکنه. اینا رو مراقب باش. و اینجا این قسمت رو ببینید، این بر آقا هست، نلبکی آقا هست. داره به من چی رو نشون میده؟ اون دسته از عزیزانی که نظر به آقای امام حسین داشتید رو داره به من چی نشون میده؟ حاجت روایی براتون نشون میده. اگه نظر نکردی و آدم معتقدی هستی میتونی این کار رو انجام بدی. اگه معتقد نیستی هم که دیگه حالا بیخیال شو، این قسمت فال رو نادیده بگیر. بچه‌ها براتون سفر دریایی داره به من نشون میده. خب دعا طلسم داره به من نشون میده، دعا طلسم مسیحی. من علامت صلیب رو دارم میبینم که در واقع یه دعای مسیحی هست که بر کیست یه حالت به صلیب کشیده شدگی. یعنی چی؟ یعنی عدم توانایی حرکت کردن به وجود آورده. ممکنه یه فرد مسیحی این کار انجام داده باشه و یا اینکه ممکنه یک دعای مسیحی بر کیست ایجاد شده باشه. حالا تمرکزی نیست روی این انرژی، چیزی نیست که تو نگرانش باشی. این انرژیش پاک میشه. ببین ضعیفه، نگاه کن از دور ببین چقدر ضعیف هست و این قابل پاک شدنه. خب ادامه من یه دقیقه مکس دادم چون که فکر کنم شارژ میکروفونم تموم شد و خاموشش کردم. ادامه یه کار میم در مورد کیسای عاطفیتون. بچه‌ها اسامی میگم تو خدا منو کچل نکنی بگید چرا اسم کیس منو نگفتی، یعنی برمیگرده کیس منم چون شامل اسامی نبودم. ببین حروف اسمی میگم حالا بود چه بهتر، نبود بچه‌ها بازم این فال شماست. خب این فالی که داره برای شمایی که در واقع داری بین میلیون ایرانی داری این فال رو میبینی، حالا نهایت شما چند نفر میایین این فال رو میبینید دیگه، تهش 1000 نفر میایین میبینیدش و این شامل حال شما میشه عزیزای دلم. خب در مورد اسمی که داریم میبینیم حسن حسین محسن، اسم محمد رو ببین، محمد رو میبینی اینجا قشنگ. حالا بذار من بیام اینوری بهتون اینجوری نشونش بدم. و اینجا نگاه کنی اسمی که سین داره الف داره، سین داره الف داره، شما داری میبینی اسم دالدار داری میبینی، دال مثلا محمد، دانیال، هر اسمی که دال داشته باشه. اسمی که در واقع نون بزرگ داره بچه ها دارید میبینید، اسمی شبیه امیر رو داره، نگاه کن امیر نوشته شده، امیر رو داری میبینی. و اسامی خب زیاده، مثلا اسمی که میم دال داره، میم دال داره، اسمی که هی، نگاه این ه رو میبینی، هی در واقع جیمی داره. اسامی زیاده. خب اگه اسم کیس شامل این هم نیست باز هم شامل حالت میشه. و اینکه داره به من این رو نشون میده که این اسامی که الان گفتم رابطهشون بهتر میشه اگه کیست هست. خیلی تب و تابتو داره، خیلی در واقع تو ذهنش برای شما، برای ارتباطتون برنامه‌ریزی کرده، میخواد این رابطه رو درست بکنه. اگه اسم کیستو نگفتم بازم شاملت میشه. و یه نکته خیلی قشنگ دارم اینجا میبینم، بچه هایی که رقیب دارید و میخواین بدونین که رقیبتون پوچ میشه یا نه. ببین بین رقیبت، من نمیگم شما همتون رقیب دارین، اگه رقیب نداری اصلا این قسمتش رو فاکتور بگیر. اگه رقیب داری این قسمت شامل حالت میشه. ببین بین رقیبت و پارتنر داره بحث پیش میاد و یه در واقع سنگ اندازی های بین اینا میشه که رابطه این دو نفر در نهایت
به پوچی میرسه، به فاصله بینشون فاصله ایجاد میشه و در نهایت کیس تو ببین این رقیبت منتظر کیسته، منتظر خبرش کیس تو بهش پشت کرده، یه مقدارم حالت روحی کیست ممکنه متلاطم بشه، یعنی ممکنه اشک ریزی و ناراحتی داشته باشه، ولی در نهایت به رقیب شما پوچ میکنه. انرژی های چشم زخم رو دارم میبینم. ببین بعد اینکه کیست به رقیبت پوچ میکنه، رقیب تو بیخیال نمیشینه سر جاش، ادامه میده به انجام کارهای دعایی و سعی میکنه که همچنان وارد ارتباط شما بشه عزیز دل من. و در زمان حال حاضر هم شما دعا داری. فردی رو دارم میبینم که عصبانی از ارتباط شما، برای هر کسی یه در واقع تعبیر میتونه داشته باشه. چهره‌ای که بخوام بهت بگم، چهره آدمی که چشمای درشتی داره. دوستان عزیزی که با کیسشون برنامه سفر چیدن، سفر شما اتفاق میفته، سفر برات انجام میشه، اونم به عالی ترین و بهترین صورت ممکن. برای خیلی هاتون دارم ببینم این جایی که دریا داره، یا از جایی که دریا داره، این جایی که در واقع از جایی که دریا داره شما شاید اصلا یه سفر دریایی انجام میدین. یه همچین حالتی هم میشه که این براتون خیلی در واقع خوب افتاده و بهتون خوش میگذره توی این سفر. خب بچه ها ببینید اینجا من دارم برای شما چی میبینم. ببین چقدر قشنگ تصاویر رو اینجا به من داره نشون میده. حالا من اینو اینجا بذارم که ببینی. نه اینجا که نمیبینی. اینجا چطور؟ بله، اولا که اینجا شما داری آقا رو میبینی، آقای رابطه. این آقا هست، این خانومه. خانوم این وسط داره خیلی قصه میخوره، خیلی فکر میکنه. اگه خانوم هستی تو داری با فکر کردن زیادی و افکار منفی که داری به ارتباط صدمه میزنی و سطح ارتعاش خودتو میاری پایین و جذب منفی رو داری توی این رابطه. پس بهتره که با پکیج لایف استایل فریها، پکیج لایف استایل خودم مراجعه بکنین، توی واتساپ پکیج لایف استایل رو تهیه بکنین و سطح ارتعاشتون رو بالا نگه دارین، حال روحیتون خوب میشه و مطمئنا از این وضعیت خارج میشه. حالا ببینین وضعیت برای چه ضررهایی داره عمرت رو کم میکنه، داره برات بیماری ایجاد میکنه، مریضی داره برات ایجاد میکنه و داره کیس تو ازت دور میکنه. اصلا حس خوب توی این رابطه دیگه نیست و شما اگه از هم دور میشین به خاطر همین کاهش سطح ارتعاشته، تو رفتارات، حرفات، همه چیز انگار داره کیس تو دور میکنه، با وجود اینکه تمایل و علاقه خودت به کیست خب زیاده، بیشتره و کیس تو هنوز هم دوستت داره با وجود رفتارها و کاهش سطح ارتعاشی که داری. فقط حالت یه مقدار نامیزونه و کیس تو شاید نمیتونه به سمت تو اقدام بکنه، یه جذب خوب نداری. ولی اینجا رو ببین داره به من نشون میده که کیس تو دوستت داره و به سمت تو میخواد که در واقع اقدام بکنه، داره چکت میکنه. بچه‌ها ببینید این قسمت رو تیر است. مثلا من اینو بیارم بالا، اینجا رو ببین تیر است، میبینی؟ این انرژی منفی های ارتباطتون هست که داره به همین صورت از بین میره و پوچ میشه. خیلی برام جالبه. حصار رابطه رو ببین. این الان شمع چی بود؟ شمع آقا بود. از سمت آقا میبینی که حصار رابطه پاره شده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه کار دعایی هم هست، اگر هست برای کیست داره انجام میشه. اینجا داریم چی رو میبینیم؟ دیدار میبینیم. دیدار و قرار ملاقات هایی که داره به تأخیر و تعویق میفته، ولی قطعا شما دیدار و قرار ملاقات دارید. بچه ها ببین، بچه هایی که کاتید، بچه هایی که سردید، بچه هایی که متأهلید، میخواد ببینید بالاخره رابطه درست میشه یا نه. گفتم که توی نلبکی آقا، توی نلبکی خانم من دیدار رو براتون دارم میبینم، یعنی رابطتون درست میشه. ولی حالا یه نکته که هست، ممکنه توی این دیدارها یه مقدار انرژی تنش باشه. برای این انرژی تنش چی کار بکنید؟ به این تنشه، به این در واقع انرژی منفی دامن نزنید و این باعث میشه که ارتباطتون درست بشه. در مورد کاپ ها میخوام بهتون بگم. ببین من کاپ رو همیشه تو فال شخصی دوستم تفسیر بکنم و کاپ پر از اتفاقای قشنگه و کلی رمز و راز در مورد زندگیاتون میگه، ولی کاپ همیشه نباید جلوی دوربین
تفسیر بشه، یعنی خیلی کم باید جلوی دوربین تفسیر بشه، چرا چون یه سری اطلاعاتی داره که شاید درست نیست همه افراد دریافتش بکنن و یه جاهای واقعا اینقدر دست و پای ما رو میبنده کاپ که من نمیتونم اطلاعاتش رو به شما ارائه بکنم و مجبورم که سانسورش بکنم. در مورد کاپاتون پس به صورت خلاصه و مختصر بهتون این رو میگم که اگه تو با یه خانومی در زمان گذشته بحث و دعوا و درگیری داشتی، این خانم میتونه فامیلت باشه، دوستت باشه، همکارت باشه، توی این رابطه عاطفی یا توی اصلا هیچ رابطه عاطفی هم نبوده باشه، کلی بحث و دعوا بین شما باعث ایجاد سنگینی برای خودت شده و دارم برای اون دست از عزیزای دلی که نیت ازدواج دارید، برای حتی کسایی که نیت ازدواج نداشتین و من میخواستیم ببینین که رابطتون درست میشه یا نه، دارم این رو میبینم که بله ارتباط شما قراره که درست بشه و به یه نقطه در واقع ازدواجی هم میرسه، یعنی احتمال ازدواجتون هم حتی توی این ارتباط وجود داره. خب نکته کاپ آقا رو بگیم. ببینیم بچه ها، آقا از نظر مالی دچار چالشه. اینجا رو ببین، یه سری افراد دارن کمکش میکنن ولی تمرکزش رو توه، ذهنیتش مثبت نیست، به فکر ازدواجه، میخوان آقا رو ببرن یه جایی سرش رو گرم کنن، به قولی براش زن بگیرن، ولی به خصوص اگه مجرده، حتی اگه متأهل باشه برای 80% صدق میکنه این انرژی که الان گفتم، ولی این آقا تلاشش رو شماست. یه مقدار مانع و مخالفت توی ازدواجتون هست و سنگ اندازی، ولی ازدواج شما در صورت کمک از کائنات و تلاش خودت روی زیر یک سال آینده از همین فال شکل میگیره. دوستتون دارم بچه ها، واقعا خیلی انرژی گذاشتم، امیدوارم که با کامنت هایی که زیر این پست می نویسید خوشحالم بکنید و به خدا میسپارمتون.